در مرحله نوی رشد ولایت مختار کوهستان بدخشان تامین پرواز هواپیما مهمترین عامل برای رشد اقتصاد و اجتماعی ولایت و تامین پرواز ساکنان شهر و ناحیه‌ها و مهمانان داخل و خارج به دیگر منطقه‌های جمهوری تاجیکستان عنوان می‌گردد. این است که با دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروزها فضای هوایی شهر خاروخ پرره برقرار گردیده نخستین پرواز هواپیما به طور تجربوی به شهر خاروخ صورت گرفت. محض با توجه مخصوص اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرحله نوی رشد بدخشان امروز در مرکز ولایت شهر خاروخ نخستین پرواز سنجشی هواپیمای L410 از فرودگاه بین المللی دوشنبه به فرودگاه شهر خاروخ انجام داده شد. باید گفت که هواپیمای مذکور استحصال شرکت ایلکرافت اینداستری دولت چیخه بوده برای 19 نفر جای نشست پیش بینی گردیده است. طبق اطلاع نماینده شرکت ایر ناویگاسیا هدف اساسی انجام دادن پرواز هواپیما پیش از همه برقرار نمودن پروازها در خطهای هوایی محلی عنوان گردیده آن را غمخواری نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان ارزیابی نمود. نخستین پرواز تکنیکی هواپیمای L410 از فرودگاه شهر دوشنبه به فرودگاه شهر خاروخ انجام یافت. هواپیمای مذکور در شرکت ایرکرافت اینداستریز دولت چخیا می باشد. مقصد اساسی انجام دادن این پرواز این برقرار نمودن پروازها در خطهای هوایی محلی به شمار می رود که با تطبیق عمل نمودن دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. در فرودگاه هوایی شهر خاروخ نمایندگان شرکت سومون ایر و مسئولین شرکت ایلکرافت اینداستری دولت چخیا را رهبریت ولایت استقبال نمودند. ذکر گردید که محض با هدایت‌های نیک و سازنده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و غمخوری‌های پیوسته جهت تامین زندگی شایسته برای ساکنان مملکت امروز در شهر خاروخ فضای هوایی برقرار گردید. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت برای غمخوری‌های پیوسته جهت تامین زندگی شایسته برای ساکنان مملکت عرض سپاس بیان نمود. قید شد که در آینده نزدیک اویاسیای گردنی جمهوری تاجیکستان کوشش می‌نماید چون این پروازها را نه تنها به شهر خاروخ بلکه به دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت نیز به راه گذارد. در اساس دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و نقشه 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان خوشبختانه امروز با بستن شرطنامه بین شرکت هواپیمایی سومون ایر با جمهوری چخیا طبق نقشه 4 عدد هواپیما استحصال جمهوری چخیا با جمهوری تاجیکستان وارد می‌گردند و برای خدمت مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان پیشکش می‌گردند. 2 عدد الکی در شهر دوشنبه هستند. یک تا و پرواز تکنیکی شروع نموده وارد شهر خاروخ گردیدند و پس از آموختن کادرها بعد 2 ماه در نقشه است که پرواز از سمت شهر خاروخ به دیگر منطقه‌های جمهوری تاجیکستان یعنی برقرار می‌گردد. ما ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با خصوص شهر خاروخ با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اظهار تشکر و بیان می‌نماییم. تامین پرواز هواپیما در مرحله نوی رشد بدخشان وسیله بسیار هم بلند رشد سمت‌های مهم اقتصاد و اجتماعی ولایت ارزیابی می‌گردد. این اقدام دولت و حکومت مملکت برای فراهم آوردن شرایط مساعد جهت تامین رفت و آمد ساکنان ولایت و مهمانان داخل و خارج و جلب هرچه بیشتر جهانگردان به شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان مساعدت می‌کند. آن روز دور نیست که پرواز طیاره‌های زمانوی بعد سنجش آزمایشی به شهر خاروخ طبق جدول صورت گرفته برای انتقال ساکنان مرکز ولایت شهر خاروخ شروع به کار خواهند نمود.